نوروز 2584 شاهنشاهی این عید باستانی و نماد زنده شدن طبیعت و زندگی دوباره خجسته بود. آن هنگام که با یورش به ایران ققنوس ایران را خاکسترنشین کردند، باز توان تقابل با آیین‌های کهن ایران زمین که نماد زندگی، صلح و دوستی ملت ایران بود را پیدا نکردند. هنگام آن رسیده که فلسفه نوروز را باور کنیم و همچون زایش دوباره طبیعت رخت کهنه‌ای که از 57 بر تن ملت ایران کردند به در کنیم و همراه و همگرا بر آستانه دیوار تاریکی قامت افراشته کنیم و نور را بر میهن بازگردانیم. هموطنان، زخم کهنه‌ای که به دست بدخواهان و ایران ستیزان بر پیکر ایران زدند تنها به توان ملت ایران درمان خواهد شد و امروز ملت بر این باور استوار گشتند که ایران را دست در دست هم از بند مشروع آزاد کنند و شاهنشاهی را به ایران بازگردانند. در این فرخنده عید آیین زیبایی خانه‌تکانی را برای پایان دادن به فلاکت 46 ساله ایران ستیزان و بازگشت شکوه و عظمت به ایران زمین در کنار هم به انجام برسانیم. حق تعیین سرنوشت در دستان ما و برپایی حکومت ملی برای نام میهن وظیفه ماست و حال که ایران شاهی مقتدر و توانمند و میهن پرست دارد که رهبری انقلاب ملی را برگزیده، باید با تمام توان برای آزادی ایران کوشش به خرج دهیم و یادمان نرود فرصت کوتاه است و باید رویای آزادی را به حقیقت پیوند زنیم تا ققنوس ایران از خاکستر خیش از دل ایران به پرواز درآید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. پاینده ایران، جاوید شاه.